بانوکو واجهان سلام و درود. ما گپوتران ویژه برنامه امرچی شما خدمت هستیم و ایران، بلوچستان و شرق کردستان اعتراضات باره پر شما گپ جنیم. مرچی که مهمان میں واجه حکیم زیندینی گو امرای و واجه ناصر بولیدی هم ادامه حکایت میں امرای گون بید. واجه حکیم و شادکر. واجه خیلی ممنون و شاکر. زندگ باته. واجه زیندینی ما پسر چهار چیزی ما شما را در مورد اعتراضات که اعتراضات همیشه که ما شما دیگه پایین به اعتراضات جریان هستیم سراسر ایران، بلوچستان، کردستان، مناطق مختلفه. شما یک جزئیات به ما بده. موضوع اینترنت بند برال خبر کم مایگاندن نه، بله شما را آخرین اخباری که هستن در مورد اعتراضات چی ان تو بلوچستان شهران کجا اعتراض بگین؟ والله اعتراضات سرتاسری هستند. چه کردستان ها شروع کردن برای تقریبا اکثر شهران طی اعتراضات مشارکت داشتن، چون مردم به هر حال مردمان خواسته درو انباشته بیتگن. انی مسئله مهسا امینی یک بهانه بیته که مردم وقتی درد درونیا در نبرسن بیتیم گو یک خبری ها به هر حال مردم رد کن چه کردستان ها شروع بی و تهران و شهرهای دیگه استان مختلف و استان بلوچستان برای استان بلوچستان گشتش درست دردمنده. توش یه مسائلی هستن. یه اتفاقی که برای جینا کپته بلوچستان تو بارها کپه حتی همزمان باشی برای ما بس یک کیسه دکترای کرد سال پیشد. بله متاسفانه یک چیزی که هستن بلوچستان فرقی بین بلوچستان بقیه استان و بقیه شهران هستن ایشی که بلوچستان یک جو امنیتی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی شان برقرار کرده. یعنی بلوچستان را به بهانه ایشی که در مرز مشکلی هستن کلا تمام کارش امنیتی کنه. یه طورتش هم میشه که بلوچستان اگر راه بکفن حرکت بکنه کاملا کنترلش هم دست داره. روی حساب حتی نیلند مردم 2 نفر یعنی اعلامش کرد 2 نفر بیشتر تجمع وجود بیه. علا رغم یه تمام به اصطلاح سختگیریان اجاب امنیتیان برای تقریبا اکثر شهران مردم همدل و همراه گوی بقیه تظاهرات بقیه شهران بقیه استانا ولی ظاهران را پیشرفت کرد و چندین دفعه هم در دانشگاه هم در بازار هم در خیابانا یه اتفاق کفته که آتکگان خیابان توفا و مردمش باز دستگیر کتا. شما دیده دیگه تلویزیون حتما این گونگوچ اینترنت ها بخش بیته این مسئله ولی دیگه شهران بیته ولی چو یعنی اجازه نده شکل بگیریم. یعنی نیرو سک بازه در خیابان در جای دیگه و نیرند که مردم کوچکترین تجمعی گشتش 2 نفر حتی همراه بودیم ولی مردم مترصدن که در بسیار هر زمان پیش آمده فرصتایی که پیش بیاده در واقع برسن خیابان را همچی بقیه شهران مشارکت فعالش بیدید. زندگ باته واجه زیندینی. واجه ناصر بولیدی هم گما امراهیم. واجه ناصر وشاد که واجه ناصر بولیدی بلوچستان استومانگل سروک بفرمایید شما در مورد شکل تظاهرات که ویژه تظاهرات برای ایران بی سابقه بیتشن که جوان و جنین مخصوصا شکل اعتراضات رهبری به دست بگیرند. به هر حال شما بازم وعده فعالیت کته و چون که من بزانم اولی سازمان بیت شما سازمان که جنینان بس به هر حال بلوچستان تو که در ای عادی مطرح کته به ویژه مغربی بلوچستانی که به هر حال تحت چارچوب ایران واجب بوده. شما توضیح بده که جنینان رهبری تظاهرات به هر حال بلوچستان جنینان سر چی تاثیری کته. سلامت به تیم مهربانی جانزی میدا با باز باشون که واجه حکیم هم گپ پیدا ماشون کو یک دیگر و آریان تیوی سنگتان دوستان روسینا سلام عرض کردن و تی کسایی که تلویزیون هم گیندن تن پنچ تو گوشت جنین مسئله هنگان تا ایران خو یک مهمی مسئله ای پرچه که شی ایوادی که نوکی حکومتیت که جنینا انسان کامل حساب نکنتن و یه شعاری که چه کردستانی که من سوریا هستین چه بود بونگیش بود جنین زندگی آزادی و بود هم جنینان پیش داشت که توانند و هستند و نه که توانند بلکه همه دابین طبیعین
یک بحری مهم چه انسان موچیگ آیند و زندمانی آیند و او دا آیا هم پیشیک شود دفاع بکنند شود دین پانی بکنند سراش دستا گفت هم سوریه حکومت دیما هم داعش حکومت دیما و یا دیگه در این ملکی هم اگه سرا حمله کتگد جنینا او دا فرماندهی هستد و یه چیزانی که با بلوچان جنینا هم پیسران بودتگند بله مرشان خوب بلوچنین فعالند بله آکادیمی و تی بلوچی رسم صاحبا نیست بلکه مرشان دیگه رسمیت که چه تهران یا دیگه جاگاه که بلوچستان یاد که گنتل فکر که بلوچنین لوگا بنیدیتین اشان 100% اثر اعلانتید و یه سک مهم است که می دکتر گوشت ما به حزب بلوچستان استمان گلا یه گپ سرا سک مهم دانه که بگوشین که جنین و مردین به یکدیگر برابرند هرچی که وقتی که تو حاکمیت لوټه واتماسری لوټه یعنی واتماسری تا هر جاگا باید بلوٹشی که جنین مردین حکم برابری جنسیتی هند مذهب حساب آیند که یا سکولاریزم بیتین یہ تمام گناه بحری چشی آیند و یہ 100% اثر اعلان تا چون گندگین بلوچستان تو که هم مردم در کپتگند و تی جهدا کنگند و تا پیش دارگند و امیدوارند که شام همه دعوا که دیما روگند درستگی مردم ور ببند پس که چون که تو گوشتم یه گپی نیست که مثلا چند مردم چسری بوزی تهنیان ما بعد خب بعدی که ایران انقلاب آبادی بود من دوم رانماییت و کلاس 7-8 مردم های ایران حسابا بودا انقلاب بود آبادی ما چما اول ایران حکومت مخالف بودتگون چما اول روچا هم تظاهرات کو هماودی که ما تانگه رانمایی بودتگه رنده ده بیرستان اولی سالا مجبوریت ملکا ویل بکنن و هنگام پدا مردم گندگی که تمامی پدا درک پگند پدا اما جوانی هستین تا جامعه توکا که بیاین در بکپنتن و ظلم دیما بوشتند شیخ باز مردم گلین تا آبادی که مردم دیست چا چیزی که بود انقلابی که بود ما مجبور بودیم ملکا یل بدین امیدوارم این انقلابی نوکیم بیتند ما پدا وقت ملکا واتر ببین و یه من زندگی آرزو بود و پمیش که هموتی دل داشته دن ملکا که تا روچیه که مردم یک خبری کتگی یک مخالفتی کتگی آویت خبر سر بداری و هنگام هم امیدوارم که یه بدلی بیتند و پدا برحال ایران مردم وقتی آزادی بگیرند خاص جنینان وقتی حقوقا بگیرند و ایده تنکا مسئله جنینانی نیست بلکه شما ما با توجه بکنید که جینا پردی بوده نشتگی توی نامه استفاده بکنید ثبتی بکنید بتمات مجبور بوده دیگه نامی بزورم محسا و یک کردی کشک بوده یک مثلا ملتیه که ایران یرده هستند و یه جنبش هم جنبش جنینانند هم جنبش ملتانند و همه دوا باید بگوشه آدیگه بخشانی که هستن چه مدیرند معلمات زحمت کشن یا هر کسی دیگه و امیدواریم مادرو وریگا هم برندی ما و یه رژیم ها چود سرا بچوتینه زندگ بات واجه بولیدی حتما ما هم امیدواریم که یه واشین روی زود تربیته واجه حکیم انچو که شما من از آن تصویر هم داره همزمان گوشه که مصاحبه شرکت کتا یا نه ما تصاویر چه اعتراضات برای زایدانه که پخش بگاه همزمان گون واجه بولیدی برام برحال یه اعتراضات مشمه استان هم آتکیان رستگند یه اعتراضاتانی که سازماندهی کنک به نظر شما که بلوچ چطور بتونه اعتراضات بدارن و تا یه اعتراضاتان جریانا برحال مشمه استان جمعیت کمترین شهر تعداد شهر هم کمترین و اکثریت مردم روستان زندگی کنگی آیا یه اعتراضاتانی دارگ و حفظ کنک و که اعتراضات چارچوب مسالمت آمیز خارج مبند برحال حکومت و نهادهای امنیتی حکومت کوشش کنگن که اعتراضات دیگه سمت و سو بدن برحال نظامی فعالیت مسلحانه فعالیت بیارن بله یک بدنامی اعتراضات یک قیامی که بیت برحال قیام دموکراسی خانه حقوق زنه و مردمی که مسالمت آمیزات که متعلق حقوق الوتگان ابر بگن چه راهی ما را هسته که ما این قیامات چوتی مدار خارج بگه میلین والا مردم بلوچ شما والا در واقع مردمیه که دنبال خشونت نبیتگم دنبال به حرکت مسالمت آمیز بیتگم نسبت به بقیه مردم ایران دیگه جای وقت اتفاقا گشتر مسالمت جویم و سعی کنن اگه بتونن بخشی چوتی به حقوق از طریق فعالیت‌های مدنی و به مسالمت آمیز به دست بیارن بله یه حاکمیت در واقع برنامه و سیاست این که هر حرکتی هر کاری به نوعی به شکل به اصطلاح خشونت و به شکل خشونت پیش داری که دیگه مردمان میلیته
و بلوچان همراه بودن یا موافق بودن که بلوچ و تو خواستای انسانی و بشری و حداقل تازه به صورتی حداقل حقوق را وقتی خواسته دنبال کنگین سعی کنده که مدارا بکنده. بله دولت کار همشین دیگه لوتی بقیه ما را جدا بکنشه بقیه مردم ممکنه تظاهرات و برنامه بچنتین حرکت های خشونت آمیز بکنتین بهانه دستی بیتری که بگوشید مثلا و شام مسلحانه حرکت کنن تو بگی چیز که بتونه راحت سرکوب بکن و افکار عمومی بسیار ایران و بقیه مردمان رو وقت همراه بکنتین یا حداقل بهانه ایش قرار براتین که آیانی هم ارتکان سرکوب بکن بوشی که چنانچه شما با حکومت همراه مبه ممکنه بلوچ یا بقیه اقوام ادام بیاین تو به قول حرکت های مثلا بلوچ هم ملکات تجزیه بکنن چی بهانه قرار بده وگرنه بلوچ آگاهن کسانی که تظاهرات دستش هست مفتن در سازماندهی و سعی کنند که به هیچ وجه میلیت حرکت های خشونت آمیز میبیتن یا مسلحانه اگر دولت وقت بکن وقتی نیروان نفوذ بده حتی آیا هم کنسا بکن ولی با وجود چی تمام چیز برای مردمان دستان این دیگه دست حکومت گشته پاچترین جی زندگ باته واجه بولدی انچو که سنگت ذهن دینی هم توضیح داد به هر حال حکومت یک کوشش کنگیم شما میواسه توضیح بده به هر حال اپوزیسیون تو که شما حزب مردم بلوچستان گوادگی احزاب کار کنگین اشی که حل مسئله ایران راهکار شما به هر حال فدرالیسم دنبال کنگاید که آیم یک که چرای اعلان کن فدرالیسم یا انواع مختلف حکومت بله حکومت متهم کنه که جدای طلبی و مرکز نشینان برال ترسیه نگه که یه ملیتان لوتن برال ایران تجزیه بکنن با امی بهانه لوتی اعتراضات مرکزی شهران برال خاموش بکند شما یک توضیح بده در مورد اشی که حکومت یک کوشش برال کنه بله شما اپوزیسیون تو که برای مقابله با یه اتهامی که حکومت جنگه چه تلاشایی کنه گاید چرا ما هر چی بکنی حکومتی هبرا کنته حکومت نگاه همین مصاحبه که مروش ماشما رو بوده ما چه کارا بودی که یال کتا یک ساعت بیام این کارا انجام بدیم و کم که دیرم رستگم پمشیگی نی حکومت انشی هبر کنته که مثلا حزب مردم نزانو اسرائیل و تا سعودی و تا فرانسه و تا آمریکا و تا سوئد و هر کس زر گرگین در حالی که ماشما وقت هم داشتین ماشما رو بعد کار کنگین و تی روزگارا گوازینگین ملکن تو کار کول که ایگه به اصلاح مردم دیگر منتوار نبوده تا هگر بله خب ایران حکومت عادت ایران حکومت هر کسی یک نامی جانتین که شان تجزیه طلبند یا یه دیگه آدیگرند تا چه شکی نیستین تا یه جنبشانی تو یک جنبشانی هستند که په استقلال واسطن بلا په یه خاطرند که امید نگیندند که ایران مسائلش حل بیتین بله گشتر حزبان گشتر گلانی که هستند تو مرچی آینی گشک بیتین که به انگلیسی گوشند مین استریم این همانی گشتر مثلا نامتوارش هستیم و گشتر فعالن گروپان گشترینا همشند که مروچی پیشداره بودند که چه کردستان بی تا بلوچستان بی تا آذربایجان بی تا عربان گرا بیتند یا ترکمن صحرا بی یا لوران گرا بیتند یه دراینان یک چیزی لوتگند همشند که هنگان چه ایران یه هنگی حکومت مردم سر بگذیتند گذر بکنتند و رندا یک همزیستی مسالمت آمیزی جور بکنته ما ایران که هر ملتی وتی جاگا وتی حقوقی بیتن تمام دوا جنینانی و مردینانی برابری بی هم دوا آزادی مذهبی بیتن تا آزادی بیان و اندیشه بیتن یه چیزانی واسطه درستینا هنو فعالن و هنی من خیلی مردم هم ایران گشترین برشی سرفت بودتگند که ایران حکومت یه حبرانی کنگین دروگند و یه مردمان درستینا یک رای را بگند آهان پا اشیند که هر کسی به حقا برسیدن حق چه ملی بیتن تا جنسیتی بیتن تا اجتماعی بیتن و یا طبقاتی بیتن هنی من خیلی گشتر مردم متوجه بودن و همشه دیما برگن و ایشیا هنگا مردم چه پیسرترا گشتر گندگیند که همه تلویزیونان رادیونانی خارج کشور بودن ایران حکومت مخالف بترزاننتین یا شانی لحتی به هر حال چون بی بی سی یا رادیو فردان زانگی مثلا کشوران مثل انگلیس یا آمریکا شانی زرده صدای آمریکا بل خوب پیسرترا شام همه
توهم داتد که ملتانی مردمان گشترینا تجزیه طلبند یا نلوتند و ایران و بانتن و دیگه بل مروچان شما بودی سیاست بدل کتا تشه شکی نیستند که تی ملتان توکا مردم وتی ملی حقوقا لوٹانتے ہیں ولی یہ مطلب ضرور حتما شینه که جدا بانتے بلکه تو مردم و یکدیگر برابری یک ملک شهر بکن ولی درو زاناته که دنیای سیاست بدل کنگ دنیای مرزانی بدل کنگ اشی مزنی کاری اشی دنیایی بسلا حساب کتابی هن اشی یک ملتی وتی جاگا ایوه که مرچگی زمانه انجام داد نکنید بلکه خاصین شرایط لوٹی خاصین زمان لوٹی خاصین وحد لوٹی و هندگان وحد همشیند که ما ها چیزی که تونه برسنی همایی واسه کار بکنیم و دموکراسی فدرالیزم میده که شما گوشت خوشیند که ایران یک حکومت سیکولاری بیتین آزادی مذهبی بی آزادی بیان و اندیشه بیتین و هر قشر و جامعه و تا سازماندهی بیتین ولی چه منی خلا گشتری مردم ایرانش سرپد بیتگن و اگر ایران حکومت کشن لوٹیش به سرپد بی زندگ باشه واجه اکیم شما پا ما بگوشه برال اعتراضات جریان تو کنم و شهروند ایرانی که سراسر ایران ملیت های مختلف خارج از ایران کوشش کنم و حمایت اعلام بکنم مختلف کشوران تو که برای چند روزه تظاهرات بیت ما بلوچ هم تظاهرات بیت چند کشور اروپایی برای شما یه توضیح می‌واسطه بدید که آیا یه حمایت ایرانیان خارج از کشور به ویژه ملیتانی بلوچانی آدیگه راج ملت هستن کردستانی و عربانی و غیره یه چیزو تأثیری ارکن داخل مردمان سرا خب یه مسلما سک باز شرنه که یه رنده اتفاقا همیشه همه موضوع مطرح بیتن نسبت به حرکتایی که قبلا پیشاد کردن این چو حمایت خارج از کشور نبیده یعنی خارج از کشوری ها البته کشورها نمانده کشورها مختلف مردد بیتگن که حمایت بکنه یا حمایت نکنه یه رنده جنبش همین چو قویه و جنبش زمینه شد جنین یا جنین پاداتکا و گشته جنین مشارکت سیاست توکا در واقع درست هم دست بسته ما شما گنده که اروپایی مقاما گشته را حمایت کده و شخصیت های برجسته ورزشی و هنرمندانشان درست هم حمایت کده بازین را من و مثلا ملیت های ایران هم که خارج از کشور هم برای در حمایت یه جنبش تظاهراتش کده میتینگش کده محکومش کده یه باعث بوده مردم در داخل ایران بیشتر رویه بگیرن احساس بکنن که تنها نه احساس بکنن جامعه جهانی گو آیا امراه احساس بکنن آیان خاصه منطقیه و خاصه برحقی انسانی و درست حمایت کنن در نتیجه گشتر برجمتر بن و گشتر متحد بن و اشی باعث بیده که انرژی هم گشتر بی حرکت گشتر بکنن و با امیدوارن که یه حرکت گشتر تداوم بیده و یه رنده برای نظام وادر به قرنشینی بکنن حداقل که بازین خاصان یا گردن به نیتن البته ما امیدوارن که یه آخری رندی مگندن که پدا مردم جنین جوان بگولی کشک ببندن بخاطر یه مسائل جزئیه که هر انسان یه حق چطور خودگوارا بکن البته تنها انی جنبش مسئله فقط حجاب نه این جنبش در واقع خاصای انباش شده و تیگاه مطرح کنگین بیشتر انی مطرح کنگین کسی به آزادی کامل برسیدن کسی آیسته را به خاطر ارتین جزئی مسائلان خوشک مبیتن سک باز من شرگندو ایران به حمایت خارج از کشورگا و امیدوارم گشتشی ببیتن کشورهای بس اروپایی یا دیگه کشوران مقام ایدا مافتکاری مکنن که مردمان گشتر حمایت بکنن برای نفع درستی دنیای اگر مثل ایران یک کشور دموکراتیک و آزادی بیبی مردمان خاصه بسیار برآورده کنک ببندن زندگ باته واجه زیندینی واجه ناصر انچو که واجه زیندینی برای شهروندای ایرانی خارج از کشور باره خبر کد و اشاره هم کد به کشور و حمایت کنه برای یه تظاهرات همزمان بیتن و نشست مجمع عمومی سازمان ملل ابراهیم رئیسی و نیویورک و اعتراض مقامات مختلف کشورهای مختلف دیدی
مرچی هم سخنگوی کاخ سفید گوشت، اگر اشتباه نکنم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گوشت که این اشتباه ما سال 2009 دوره اوباما کتک کم حمایت کتک قیام مردم ایرانه و ما این اشتباه تکرار نکنیم. به هر حال این حمایت های بین المللی تا چه اندازه هم فقط در حد عبرند که حمایت کنگان جمهوری اسلامی درخواست کنگان که کوتاه بیاد در برابر خواست مردم، یا در عمل هم یک کشورها حمایت کنند؟ مجر کشوران وتی منافع چارانت هر کسی وشی که پرمانی چی هستین تشید توکا هر کسی وتی ناپا چاریتن تشی شکی نیستن و دلیلی کشی خوب کشوران آبری هم با وتی خبرش کتند آمریکای حکومت سیاست کانی هم بدل بودتگند یا کشیت که آودی اوباما حکومت توکا ایرانیانی بازی هستند که ایران حکومت لابی هست آمریکایند اشان باز ارتباط هستند که حزب دموکرات و طاقت هستنش و لحظه و اوباما گرا نزدیکتن تا همه خبر کد که تا ایران دخالت بکنه گرا ایران به اصطلاح حکومت نیمون درگیجی که مردم بکشیدند و مردم ایران هم جوز کد که اوباما یا تا گوما یا گویان به دلیل همشیت که مردم زانند که بین‌المللی کمک اخلاقی یا دیگه عملی شان درستیه نه این واسطه سکشار نیست پس که ایران حکومت هر نیمگوتی دستا جانتی چون آمریکا بیلوتی مردم ترور بکنتن تا که مرشیت لبنان یا یمن یا عراق یا دیگه کشوران توکا دستی وریم و هم دا سوید هم لورتی مردم بکشیدن و ترور بکنتن این دنیا شد روز ایران بارازان تو ایران مردم از آنانتن و مرشی درو چیز ایدامی مسائل بین المللی هست حقوق بشر مثلا یک مسئله سازمان ملل هستند و کشوران باید چی تو مسئله جواب بدهند یا شکلی وقتی نظر بگوشند تا نگاه شرایط هم بدل بوده آمریکا خب برای گندگید که پیسری رندان که یک کاران بودتگند یک محدودی مردمی بودتگند یاد کردن درا و یا یک مدتی واندین بوده 2 روز بوده 3 روز بوده 4 روز بوده بل هندگان چه یک هفته یک واسطه و بعد بازی شهری تو که و یک شهران تو کام یک جانه مختلفین جهانه یعنی مردم هم هندگان یه حکومت نزوریان گندگند که چونکا کار بکنه چونکا وقتی جهود دیما برن تا زایدان میبیتین که تهران میبیتین شان تمامی اینا مختلفین جام وقتی مثلا درا کایانتون وقتی اعتراض پیش دارند امیدواریم که مثلا بلوچستان هم همه دا بیتین پس که اگه قرار بی تنکا زایدان ببی حکومت روستگی وقتی ارتشیان سپاهیان بسیجیان یا هرچی که هستندی چه هر جا روم بشکنتون و کاریتش زایدان ها اگر یه کار همیده سراوان دوشیگ و زیکم و باز کوشش بوده کمچی کار بیت چابارا بیت یک شهر بی یا دیگه پاشا یا دیگه شهران زابلا یا بلوچستان دیگه جاگان چون که هنوز جیروفت و راسکو یکشون که آنگو هم جاسکوانی مگه هم بیتن همیدا مینا با کم کم و همیدا بندر عباس و بگین بادتی کارا هر جا ببندن که تا حکومت دنیای حمایت گشته بیتن دیگه مسئله ای که دنیا هستند ما وقت همه جمعه روشا که بازی مردم گمر تلفن که چمشان چهار جاگا درست نمیشه که باری اسپری چی بیتن اپوزیسیون قدرتمندی ها یک نمایندگی مشخصی هستند باید مردم وقتی اپوزیسیون گروپ ها کم منتقد بیتند ما کوشش کرده همیدا که زانه تا کنگره ملتان ایران فدرالا تا دیگه جاگا تا شهرهای گذار هم رفتی پیسر بازی نه انتقاد تا زهر بیتگا انی همه مردم ها لاتی که تماس کرده نش و شرط شد ما یک کار همه ویدی کتگند که هنگام مردم تیاری ولی بازی مردم گشته نه یه شهر نه یه دا باز عربی آدگاه دا برابر زنه که کامل شهر دنیای توکا که یک کامل چیزی مردم برسیده نه کامل هیچ چیزی بود نکنده بلکه ما همی گوشته که ایران ها مرو چیگه بانداته یک اتفاقی کپی اپوزیسیون بوده تیار بکن و حدی که تیارین دنیای حمایت کنده اگر یک نمایندگی شهریم چونه که مثلا یکی بگوشی من پلانی چوکم من نماینده یکی بگوشی من پلان حزب لیدرم من نماینده نه چشین چیزا فایده نی بلکه مشترکی نی بیته مردم ایران هم دیتا چوک یک خمینی بیته یا یک دیگه